آقای بیرانوند مشکل اصلی فوتبال ما چیه؟ نفوس و مسکن. چی میگه؟ آقای بیرانوند یه فامیل پدری بگو. برادرزن. برادرزن چی آقا؟ فامیل پدری مثل عمو. آها زن داداش. آقای بیرانوند میشه بگین چطور تونستین پنالتی رونالدو رو بگیرین؟ رونالدو کیه؟ بابا جام جهانی با پرتغال بازی داشتین پنالتیشو گرفتی. اون رونالدو بود. آره دیگه. اما اگه می‌دونستم رونالدو اصلا نمیتونستم بگیرم. آقای بیرانوند میتونی یه سیاره نام ببرین؟ چیاره؟ سیاره. آقای میثاقی عزیز این بازی‌ها رو با من نکن. بازی چیه آقا؟ سیاره مثل مریخ. آسیا. آقای بیرانوند میشه بگی چرا قرارداد تو فسخ کردی؟ اونا نمیخواستم من باشم. کیا؟ همونایی که من رفتم پول بدم ندادن. پس به خاطر پول رفتی دیگه. من به خاطر پول رفتم اما اونا نمیخواستن من باشم. خب تو به خاطر پول رفتی اونا نمیخواستن تو باشی. آقای میثاقی شما دنبال چی؟ با من این بازی‌ها رو نکن. آقای بیرانوند یه پایتخت اروپایی بگی. پورتو. پورتو که یه تیم فوتبال، پایتخت پرتغال لیسبونه. الان مثلا پایتخت ایتالیا کجاست؟ پیتزا. پیتزا چی آقا؟ مگه نمیگن این پیتزا ایتالیایی؟ الان پایتخت ایران چیه؟ تراکتور. آقای بیرانوند یه پیام به جوونا میدین؟ هیچ وقت دست از تلاش بر ندارید. شما اشرف مشروقات هستید.